نمیدونم کتاب کیمیاگر رو خوندی یا نه. یه چوپانیه بغل یه کلیسای قدیمی با 5 تا 10 تا گوسفند که زیر درختی همیشه میشینه و گوسفنداشو میچرونه و میره شهر پشمشون رو میفروشه و برمیگرده. زندگی نرمال داره. این شروع میکنه چند شب پشت سر هم خواب اینو دیدن که یه گنجی توی اهرام ثلاثه است که این بعد بره پیدا کنه. یه گنج عظیم جواهر زیر اهرام ثلاثه. میره پیش یه جادوگر، یه تعبیر خواب اینا و اون بهش میگه باید بری اهرام ثلاثه. این آدم پا میشه میره قدم به قدم تا به اهرام ثلاثه برسه. تو شهر اول هر گوسفنداشو میفروشه که پول جمع کنه بتونه بره تا اهرام ثلاثه. تو شهر اول دزد کیفشو میزنه، کل داراییشو میبره و این آدم دیگه حتی پول نداشته برگرده شهرش گوسفنداشو بخره برگرده کار قبلیشو بکنه. برای مجبور میشه 1 سال 2 سال چند سال توی اون شهر برای کسی کار کنه. قشنگه این داستان اینه که این تو هر شهری که میره و مجبور کار کنه تا پولشو جمع کنه با آدمای آشنا میشه، کلی چیز از اونها یاد میگیره، کلی سرمایه از اونها میگیره. بعد وارد صحرای مصر میشه، اصلا اونجا عاشق کسی میشه، میگه دیگه همینجا بمونم. بهش میگن ببین اگه تو دنبال این ویژن تا ته نری 10 سال بعدم ازدواج کردین تو فکرته که اگه میرفتم اون جواهره چی بود، پس برو اگه جواهر رو پیدا نکردی برگرد یا بعدش تصمیم. ادامه میده میره با کلی سختی و اینا میرسه به اهرام ثلاثه. اهرام ثلاثه شروع میکنه کندن زمینو، هیچ چی نیست اون زیر. یه سری سرباز میان دورش میگن این داره چاپ میکنه، حتما جواهر داره میخواد اینجا چال کنه. شروع میکنن قصد کشت زدن اینو که جواهراتو بده. میبینن هیچ چی نداره. این میگه بابا به خدا من دارم اینجا رو میکنم، خودم دنبال همون جواهرم. رئیس این سربازا میاد میگه که تو دیوانه ای، تو فکر بر چی داری اینجا رو میکنی؟ میگه من یه خوابی دیدم که زیر این اهرام گنجه. این میگه تو دیوانه ای، پاشدی واسه یه خواب اومدی اینجا دنبال گنج بگردی؟ تو مثلا چندین سال تو راه این صحرای سوزان بودی که بیا گنج پیدا کنی؟ میگه آره. میگه ببین تو خیلی احمقی، ببخشید خیلی بچه احمقی هستی، منم